sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk, vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? آقا آزاد؟ باز کجا میخوایی بری دختر؟ میخوایی مرا در جنجال بندازی؟ آقا آزاد دیدم قسم میخورم همینجاست او نمرد الهیلا. گپ ناق نزن. اگه آزاد بیادرت میفهمید که تو چقدر دروغ گویی هستی در قبرم راحت نمیخوابی. بریم احمد. قسم میخورم که آقا آزاد بود الهیم کو که پیشش برم. الهیم کو صبر کن. زهرا 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 صبر کن گفتم. باز تو چی نقشه داری دختر؟ ها برم بگو. آقا آزاد آقا آزاد همینجا بود قسم میخورم او را دیدم. آقا آزاد شما کجا هستین؟ 2 ساعت میشه که من شما را میکنم. حتما کس دیگر را دیدی بیا که بریم. نه خیر همینجا بود. گفتم بریم زهرا. زهرا را پیدا کردم میتونن دوران؟ انشالله. با امر اوضاع تاکید کردم. نمبر پالت موتور راستم دادم. با زودی پیدایشون میکنم. نوش جانتان. خبر خوش دارم. یک موتر پیدا کردم. ما را تا عرفا میبره هاوین. خدا رو شکر که هم مانده. اگر نوجین مادر نمی بود آقا راشد باز ما جواب تو را خوب میدادم. بدونی که به شرمه گل چاکلیتم گرفته. فکر میکنی که من چاکلیت تو را میخورم؟ منتظر باش آقا راشد. مال خوب جزایت میدم. ای کارا کار نصیب و قسمت است آقا راشد. هر چی در قسمت ما باشه امو میشه.
تو خوب هستی بچه ماما؟ صبر کن هیجانی شدن، البته ای کار شدنی بود، گپی نیست. تو خوب هستی؟ چرا لبلبو باری سرخ گشتی؟ دستایتان برکت خانم فاطمه، زنده باشین. نوش جانتان. بچه ماما چرا هیجانی شدی؟ چی شده؟ چای سرت تاثیر بد کرد؟ شکورم اینجاست. راشدم همراهش است. خدایا تا آخر راه رسیدم مرا از بین میبرن. حالا چی کنیم؟ از 4 طرف محاصره شدیم. بریم فرار میکنیم. از امو طرف بریم. بخیزیم. مرا زنده نمیمونن. بریم. مرا از بین میبرن. خوش آمدین اولادا. خوش باشین. نوجین مادر برتان زیاد سلام گفتن. علیکم سلام. بفرمایین بشینین. اینجا خانه خودتان است. مرا از بین خود بردن. شما را حتما جزا میدن. ما را پیدا کردن نمیتونم. در ضمن عرصه ما یک جا به عرفا میره. نباشه. در ای کدام جای شرم نیست فاطمه، ای به خیرت است. اگه تو هم واقعا راشده دوست داری برم بگو. عروسی کردن کار بد نیست. نه خیر، من نمیخوایم. مردم چی خود گفتن؟ دیسن عروسی کردن و تشکیل خانواده عیب است نوجین مادر. نوجین مادر، خانم لیلا شماره کار دارن. بله لیلا. ها به دیار باقر رسیدین؟ خوب است. تو هم برش سلام ما بگو. اوه رستم تا به خانم خود نگفته کجا میره؟ پیداش کردن نمیتونیم. بله. دوران بچیم، نوجین مادر زهرا را به دیار باقر روان کرده. با دیار باقر؟ بچه بیبی از اینجا بیرون شدن امکان نداره. من در مقابلشان رفته توجهشان را جلب میسازم. تو هم حاوی نگرفته از اینجا فرار کن. قسم نمیشه. میشه. دیگه چاره نداریم آزاد. گفتم نمیشه. در حالت یک جا می باشیم. یا کل ما یا هیچ کدام ما. سه ساعت بعد در دروازه آرمانلی منتظر ما باشین. شموس بیادر. زود باشین حرکات. بیا که بریم. بیا. دیار باقر در کجاست؟ اونجا خانه کی از دوران؟ 2 قارب زیاد است. دانه دانه به خانه کلشان خواد رفتیم. خدا میفهمه چقدر ترسیده باشه. تشویش نکن ملکه، او را چیزی نمیشه. بالاخره نواسه کرمانی عادت نشست. آوین
نوجین زنگ زدم ما را به عروسیتان دعوت کرد اما آمدن نتانستیم. در قسمت ما نبود که شما را در عروسیتان ببینیم. دوران چطور است؟ خوب است. او فعلا مصروف و کار و بار است. خدا را شکر. دستایتان برکت. نوش جان دخترم. ما دستایمه میشویم. گپ ما گوش کنین. نزدیک نشو اگه نه ترام بزنم. این کدام گناهی نداره. اگه میکشن مرا بکشن. این فقط به من کمک کرد. پس چرا از خانه راشد فرار کردی؟ ها؟ جواب بده. چرا فرار کردی؟ چرا سر مرا پیش مردم خم ساختی؟ راشد سر من تهمت کرد ماما. او بیرحمانه مرا لط و کوب میکرد. او ظالم میخواست مرا از بین ببره. خواستم جان خدا نجات بده. خداوندم یه انسانه را در مقابل ما آورد. ماما اینا به قیمت جان خود از ما حفاظت کردن. برای تو زار میکنم بانک بارا. گوش کنین. این دختر بیچاره هیچ گناه نداره. از بین بردن انسان گناه بسیار بزرگ است. بیازو با دادن این دختر براشد بزرگترین بدی را در حقش انجام دادیم. در حقش ظلم کردیم. اگه از بین ببرینش نه در این دنیا و نه در آخرت خوشبخت شدن میتونین. همیشه عذاب وجدان میداشته باشین. این کارا نکنین. ماما من امانت خواهرت هستم. مرا نکش. برین عجله کنین. حالا دیگه بخیز آوی. بخیز. شفا باشه خانم. حتما به خاطر معاینه بعدی خود بیاین. درست است؟ شما قدر از من نفرت دارین مادر. بین ما و دخترتان چی فرق وجود داره؟ ما هم خواست خون خودتان هستم. بیبی خدا میفهمه که بالای من او چقدر ظلم کرده تو نمیفهمی و درکم نمیکنی. خوب شد از این دنیا رفت که یک چند وقت خوشی رو دیدم. حالا تو رو دیدن نمیخوایم. خوشی های من فراموش کنه. فهمیدی دختر جان؟ نمیخوایم باز خاطرات تلخم تازه شود. تو هم از پیشم گم شو. چهره تا نمیخوایم ببینم. تو پدرت پیش من یک چیز هستی. بالا دیگه به خانیم نیایی دختر جان. فکر کو که مادر نداری. مادرت مرده. فهمیدی؟
توبه توبه زنگ لیلاست. بله لیلا. چی شد؟ قطع کرد. چرا زنگ زد که باز قطع کرد؟ تو چی نقشه داری دختر؟ میخواستی نشانی ما را برش بگوی مار کوچک؟ اگه بار دیگه موبایل در دستت بگیری تو را از بین میبرم، فهمیدی؟ پیدایش کنم امرش میفهمم. این کار او را بخشیده نمیتونم. فاطمه ما بکس جیبی خود گم کردیم، تو ندیدین؟ ندیدم اما براتون پیداش میکنم. درست است. تو خوب هستی بچیم؟ چی شده؟ خوب معلوم نمیشی. خوب است مادر جان. چیز نشده؟ غذا خوردی؟ با تو هم چای بیاره قدیم. هیچ اشیا نداره مادر جان. تو هم حتما کدام مشکل داری. برم بگو. مربوط هدیه است. امرای او جنگ کردی چه تو چی شده؟ برم بگو. نه خیر مادر جان. سر دوران کم عصبانی هستم، فقط امی مهم نیست. اوه. بفرمایید. کمک کن مادر. کمک کن زینب. کمک کن دیگه تحمل کردن نمیتونم. مادر شما رو چی شده؟ خدایا خدا به خودت مسپارم، ما را کمک کن. باکس جیبیم کجا گم شده؟ پلیس ها آمدن خان صاحب، شما را کار دارن. زندگی سرما باشه. آزاد عراق از بین رفت. آزاد نمرده. آزاد نمرده. بله زهرا ما هستم. آزاد بیادرت.
دختره. بیرون برو، خسته میشی. قدم بزن، هوای تازه بگی جانم. وقت است. از جای خود تکان نخو. من فردا خودم تو را میبرم. تشویش نکو دخترم، هنوز وقت است. یکی را همراهش روان میکنه. درست است، تو همراه رستم برو، اما زیاد دیر نکنی. آمدی قدیم. اینا را بیبی که آمدن. گفتم چی شده؟ چرا قدیمه میبرین اما چیز نگفتن؟ فقط گفتن تو را میبریم. چقدر مونده دوران؟ نیم ساعت بعد با خیر میرسیم. کوشش میکنم امشب نکار را انجام بدیم. همه که رسیدیم نکاح میکنیم ها؟ اول زهرا را پیدا کنیم. بازو کار آسان است. بالاخره پیدایش میکنیم. بعد از او با هم نکاح میکنیم. دوران با تو وعده کردیم. هیچ وقت منصرف نمیشم، نترس. اگه امشبم نشه این نکاح بازم صورت میگیره، تشویش نکو. از زیاد پیش نمیرم زهرا جان. اگر در برگشت خسته میشی دخترم. نه خیر، من خسته نمیشم. اما فکر میکنم کم خنک خوردم. قدم زدن فایده داره. درست است، پس میریم. فردا دوباره میاییم، اما در این وقت خوب نیست. نه خیر نه خیر. میشه شما بالا پوش ما بریم بیارین؟ کورچی مرا بگی دخترم. ضرور نیست. بالا پوش ما گرمتر است. نمیخوایم مریض شوم. درست است، من برات میارم، اما تو از اینجا دور نشی. اگه مریض شوی نوجین مادر عصبانی میشه. قبل از انداختن به دریا او خانم زیاد لطکوب شده. دستش نشانی زخم بود. این بکسه که جیبی از شماست؟ این در محل جنایت پیدا کردیم. فکر کردیم شاید کدام جواب به خاطر بودنتان داشته باشین. و خانمه که کشته شده همی است. شما ایره میشناسین؟ نه خیر، هیچی را ندیدیم. کاش که با شما کمک کردم میتونستم امیر صاحب. خدا جزای تبت فاطمه. ما حتما حسابی کار ازت میپرسم. تبایم ساختی، لبایم بسیار سوزش میکنه. بچه بابا. وای مادر جان، کی هستی؟ ای تو هستی.
مستم. اگه ای تو هستی پس تو کی هستی؟ من مستم. پس ای کی هست؟ و مستم. بله راست میگی. از این نقابا زیاد چاپ کردم و مردم قریه دادم. تمام قریه را راشدای کوچک گرفتم. مشهور شدی بچه ماما. وای چی کردی بچه ماما؟ این دیگه چی است؟ بدون مشوره گرفتن از من لبایت افیون زدی؟ افیون چیست؟ دست افیون زهر ما را میگن. خانمای مشهور در لبای خود از این میمالن تا زیباتر جلوه کنن و نیاز به لبسیدی نباشه. اما تا امروز ندیدیم که مردم از این استفاده کنن، مثل که تو حال کدی قد مشت میزنمت که دانه دندانت خون شوه، لبای تا مثل مسخ شوه. مرا سبنی نساز. زیر کنار بان. بسیار یک مشکل جدی پیدا شده بچه ماما. چی شده؟ حال من باید لبای تمام عکسایی را که چاپ کرده مثل خودت بسازم بچه ماما. تو بده برم. چطور شدم؟ کاملا مثل خودم. اخ من امرای تو چی خواد کردم بچه ماما؟ آمدین رستم؟ نه خیر. عروس کوچک میخواید دگان قدم بزنه، اما گفت که خنک میخورم. با گرفتن بالا پشتش آمده. پس زهرا کجاست آمده؟ نه خیر، او ده همونجاست. چرا دختر تنها میمانی رستم؟ عجله کو که بریم. مادر؟ 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 مادر شما خوب هستین؟ مادر 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 شما خوب هستین؟ بله از محله اخلامور زنگ زدیم. در خانه نمبر 12 عاجل اگه امبولانس روان کنین لطفا. مادر جان بلند شوید. کم دو کم تحمل کنین. من پیشت آمدم مادر جان. مادر جانم من بغیر از شما هیچ کس را ندارم. خواهش میکنم من تنها نمانین لطفا. بدون با خوش گرفتن من، بدون دختر گفتنتان من ترک نکنین. شما منتظر باشین، من مالا را تسلیم کردم میایم. شیموس بیادر چیزی نشده همونت نیست؟ اگه او را چیزی شوه خود نمیبخشم. تشویش نکن. شموز بیادر زیاد متوجه خود میباشه. بیا زود 2 ساعت بعد دارمانلی ملاقات میکنیم. او کجاست؟ زهرا کجا رفت؟ چی بفهم خانم لیلا؟ باید اینجا می بود. آفرین، تو هم سر او باور کردی. حالا درباره جواب دادن به نوجین مادر فکر کن. برو موتر اینجا بیار. عجله کن. دختر
احمق تو خدا. بسیار هوشیار فکر میکنی ها؟ زهرا جان تلفن اونجاست. دوران کجا رفتم میدانن دیگه. خدایا تو به ما کمک کن. کی هست؟ نمیفهمم. بله؟ بله آقا دوران، من هستم زهرا. زهرا تو کجاستی؟ زهرا درست است. تو جای نرو ما میاییم. آقا دوران، مادرم پیشت است، میتونم همراهش گپ بزنم؟ درست است، گپ بزن. دخترم هوش کنی، نترسی. مادر جان. ما به تو زیاد نزدیک هستم، چند دقیقه بعد پیشت میرسیم، درست است؟ دخترم نترسی. مادر، ما باید یک گپ مهمه براتان بگویم. ما آقا آزاده دیدم. مادر صدای من میشنوین نی؟ میگم که ما آقا آزاده دیدم. مادر، او زنده است، نمرده. باز کنین، دروازه را باز کنین. زهرا 5 دقیقه بعد خواهد رسیدیم، تشویش نکن. چی شده؟ دیگه خوش نشدی؟ بالاخره به دختر خود میرسی. زهرا در کدام جای آزاده دیده؟ میگه که زنده است. دروازه را میشکنانن. لطفا نمانین که مرا ببرد. بیا متر نجات میدم. بیا. ده کجا دیدش؟ همراهش گپ زده؟ نمیفهمم، برام چیز نگفت. اما من میفهمم ایره به خاطر میگه که من از قصر برم. نمیخوایم همراه تو عروسی کنم. حق با تو است. شاید به همین خاطر این کار میکنه. اگر نه امکان نداره آزاد زنده باشه. تو خوب هستی؟ خوب هستم. اینجا آخرین قریه است. وقتی که مالا را تسلیم کردیم باز طرف هارمانلی میریم. کم دوگام تحمل کن، کم مانده میرسیم. باز کنین دروازه را. اینجا کی است؟ باز کنین. زهرا چی میخوایی خانم؟ زهرا در داخل است. من هم زهرا کسی را نمیشناسم. در اینجا هیچ کسی نیست. پس چرا همون دقیقه دروازه را باز نکردی؟ لباس میشتم خانم. دروغگو. پس شو. زهرا توبه. زهرا کجاستی؟ بیرون بیا. دختر احمق، بیرون شو. حرکت کن. زود شو. مرا فریب میدادی؟ از من فرار میکردی ها؟ فکر کردی موفق شدم میتونی همه تو نیست؟ دختر فریب کار احمق. بنو جین مادر میگم که ای برام فرار کردی.
تا خودش جزایت برات بده. بریم احمق. بلند شو گفتم. بلند شو بریم عجله کو. زهرا بخیز. گفتم بخیز. فاطمه بیرون رفته. به چی ضرورت داری خان؟ میخواستم یک گلاس قهوه برام آماده کنم. ما آماده میکنم. چی شده قدیم؟ چرا به حوزه رفته بودی؟ کدام گپ شده؟ باکس جیبی ما گم کرده بودم مادر جان. او را پیدا کردن برام دادن. به کس زنگام زدی زهرا؟ راست بگو. جواب بده. به کسی خود نشانی اینجا را نگفتی؟ بله برشان گفتم. به مادرم گفتم. او مرا از گیری تو نجات میده. از دست تو اون مادر شیطان صفتت خسته شدیم. دوران خان مادر مادر جان بیا دخترم. برین بیا. دیگه هیچ کسی تو از ما جدا ساخته نمیتونه. مادر گپای مرا شنیدین؟ همونطور نیست آقا آزاد زنده است. ما او را دیدم. من فقط امر نوجین مادر با جا آوردم. گفت نشانی خدا به کسی نگویین. طرف ما ببی دختر. شوهر تو کی است ها؟ خانه تو کی است؟ تو هستی خان صاحب. پس فقط به گپای ما باید گوش بدی. از کس دیگه نه. فهمیدی؟ خانم اول همسر شاروال میشی که ما به زودی شاروال خواد شدم و تو هم در کنار ما ایستاد میباشی. تو با مرا خانم خود میسازه. احمق تو به خدا. من راحت با این احمق ها. در طرف چری و احمق معلوم میشه. میخوایم ما بگیرم. شما چیز میخواین؟ نه خیر. مادر به ما باور دارین همتون نیست؟ آقا آزاد دیدم. راست میگم. حتما کسی دیگر مثل او دیدی. اما ای چطور امکان داره مادر؟ ای دومین بار است. شما هم ضرور نیست همراه آقا دوران عروسی کنید. همیال رفته میتونیم. امشب مأمور نکارا به قصر بیار. باید امشب نکاه ما شوا. فهمیدی یا نه؟ بریم. همیال میتونیم فرار کنیم. لطفاً بریم. مام زیاد میخواستم که این حرفایت حقیقت باشه دخترم. اما نیست. زهرا جان لطفاً این کار نکو. آزاد مرده. میفهمی که مادرش سر قبرش رفت. نه خیر مادر. اونا اشتباه میکنن. متاسف هستم. مادر لطفاً به گپم باور کنید. کم مانده. تا نیم ساعت دیگه به قصر میرسیم. زنده باشی. خداوند ازت راضی باشه. پایین شو. خب شیموس کاکایم دیده نمیشه. کجاست؟ صبر داشته باش. تشویش نکن. چند دقیقه بعد خواهد آمد. منتظر می باشه. دوستم زنگ زده. بله؟ چی حال داری آمنه؟ خوب هستم.
دوران اونجا آمده بردیشان؟ از کجا فهمیده که در خانه تو بود؟ کی برش گفته بود؟ هنوزم نامده، پس کجاست؟ حتما او را به خاطر ما از بین بردن گناه ماست. ما مطمئن هستم که از گیرشان نجات یافته. شاید از اونا کدام جای پنهان شوه. وقتی در کنارم باشی من خودم محفوظ اسم میکنم. راستش اگر با ما قسم عادت کنین خوب است، چرا که همیشه در کنارتان خود بودم. ملکه خانمم همیشه و زهرا مثل دخترم است. زهرا را فرار میتین. تو، من و زهرا خارج از کشور یک زندگی جدید آغاز میکنیم. چرا زیر آمدی؟ خب راستش دورا حادثه شده بود. اگر زیرا برایم زودتر میرسیم. بیا که بریم دیگه. کجا؟ بهار منلی. بعد از یه جایی که من رفتم تا میری. بیا. دوران تلفن خود جواب نمیته. البته که جواب نمیته. از دست او زن احمق جواب نمیته. او مار عقل دورانه از سرش گرفته. آزاد ما از بین برد. حالا دیگه نوبت دوران رسیده. شامتان بخیر. کاش که اول تو را به شفاخانه می بردم هاوید. نه خیر من خوب هستم، تحمل میکنم. گرچه یک دوست ملکه خانم زینب دکتر است، او زخمت پانسمان میکنه. ملکه اینجا زندگی میکنه؟ بله همینجاست. خوب میشین مادر جان، خوب میشین بخیر. خواهش میکنم خدا از دست نده، من تنها نمانه. ای کار تو چی معنا میته دوران؟ بگو. تو به گپای او شیطان فریب خورده، باز چی نقشه داری؟ بگو. ما به گپ هیچ کسی فریب نخوردیم. خودم میفهمم چی کنم. نه خیر، فکر تو ازی است. تو میخوای خانواده ما را از بین ببری ها؟ تو بره را پیش گرگ تسلیم کدی؟ ملکه مادر زهرا است. بهتر از هیچ کس نمیتونه متوجه زهرا باشه. دازم چند دقیقه بعد خانم رسمی میشه. خانم خانه قصر میشه. آزاد رفت حاله. میخوایی عقل دوران ازش بگیری مار زهری؟ مادر کلان، بعد از این سر ملکه گپ نزنین. با گرفتن نام آزاد خواه هرگز. بعد از این ملکه ناموس ما هست.
خوب است. بعد از اگر ای زن در ای خانه باشه باز نوجین مادرت نمی باشه. خیره از زنت بیبی. با خاطر که تو را بچه‌ام گفتم بسیار می شرمم. در خانه نیستن. یک موبایل پیدا کرده زنگ بزنیم چطور؟ بسیار وقت میشه کمرای ملکه گپ زدن نمیتونم. موبایلش خاموش است. گفتی یک دوستش دکتر است. بر از او زنگ بزنیم. زینب شماره او را به یاد ندارم، فراموشم شده. اگر زینب اینجا نباشه در شفاخانه است. با اونجا زنگ زدن میتونیم. بیا که بریم. بیا. خوب هستی؟ نوجین مادر لطفا نرین، خواهش میکنم. بعد از در این خانه با مار زندگی نمی کنم. نوجین مادر شما کجا میرین؟ مادرم به خاطر کارهای احمقانه دوران از این خانه میرم. این کارا نکنین مادر. شما از اینجا رفتن نمیتونین. اگر قرار باشه کس از اینجا بره اون مار است. زهر او مار در خونه ای داخل شده. بعد از گپای ما سری تاثیر نداره. ما بعد از دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. برو مانی نوجین مادر شو. برش بگو که نرو. خدا جزایت بده. مادر جانم آزار میکنم این کارا نکنه. خواهش میکنم. زهرا من میفهمم که تو چرا این کار میکنی، اما به خاطر که دروغ میگی سرت قهر نمیشم. راست میگم مجبور هستم همراه دوران عروسی کنم. نه خیر، ما براتون دروغ نمیگم مادر. آقا آزاد زنده است. قسم میخورم ما او را دیدم. بله شامتون بخیر. امرای دکتر زینب صحبت کردم میتونیم اونجا است؟ درست است، منتظر میباشیم. در شفاخانه است. در اتاق خود نیست. امکان داره پیش مریضا رفته باشه. درست است. پس میشه یادداشت بگیرین و برش بگوین که آزاد کرمان برش زنگ زده بود. درست است.
ما برشان یادآوری میکنم. شامتان بخیر. زنده باشین، شام بخیر. خب حالا چی خواد کردیم؟ با قصر میریم. شاید زهرا بفهمه که ملکه کجاست. بریم. مادر لطفاً به گپم باور کنید. آقا آزاد زنده است. لطفاً مادر این کار نکنید. حداقل یک چند روز صبر کنین مادر جان. ها؟ حالا دیگه نمیتونم زهرا. میفهمم قبول کردنش بسیار مشکل است، اما آزاد دیگه مرده. بیازومم قبول کردن نمیتونم. لطفا تو هم دست من باش. سر زخمم نمک پاش نته. کاش که حرفای تو حقیقت می بود. کاش که آزاد زنده شدم یا من. اما نه خیر، دیگه نمیایم. مأمور نکاح اومد ملکه. منتظر تو هستم. مادر جان، شما خوب هستین؟ انشالله که از یام کده بهتر میشه. دردتان آرام شد؟ آرام شد. داخل آمده میتونم خانم دکتر؟ البته بفرمایید. مریضتان چطور است؟ سطحش خوب میشه؟ انشالله. ما شما را تنها میمانم. زینب زنده باشی. مادر خواهش میکنم بالای ما باور کنین. آقا آزاد زنده است. لطفاً مادر جان این کارا نکنین. مادر حداقل یک چند روز خود صبر کنین. اگه آقا آزاد نامد باز وقت عروسی کنین. مادر بیا ملکه. مادر لطفاً این کارا نکنین.
زهرا اگه میشه تو به اتاق خود برو. زهرا برو دخترم برو. فاطمه خاله شما و هارون شاید میشین. از این کار خود بسیار پشیمان خود شدین احمقا. یک روزم خوشی را نخواد دیدین. اینجا را براتان زندان میسازم. سلامت باشی بیادر. دی وقت شب بعد است که بریم. چیز نمیشه بیا. بیا. اینقدر بیروبار به خاطر چی هست؟ بله شما دختر سمی سایگنر ملکه سایگنر دوران پسر قدیم کرمانی را شوهر خود قبول میکنی؟ بله قبول میکنم. پس در این صورت صلاحیتی که محکمه هارمونی به من بخشیده شما را زن و شوهر اعلان میکنم. Yüceden mi geldin de sen seher yeli? Yine بفرمایید اوراق امضا کده میتونی. اینا کی هستن؟ کی عروسی میکنه؟ Solmuş derlerde gül benzinin ezi. Bugün yarim eskisinden güzel mi? O yar beni defterine yazar. دوران و ملکه براتون تبریک میگم. مبارک باشه. زندگی خوش. زنده باشه. همیشه با هم باشین. با پای هم دیگه پیر شوین انشالله. مبارک باشه خانسای. زنده باش یارون. سایش سر تو بفته. بعد از ای در دنیا و آخرت خانم هم هستی. Kulam çaven raş bele
چرا به گپم باور نکردین مادر؟ کاش به گپم باور میکردین. من خب براتان دروغ نمیگفتم. آزاد خوب هستی؟ آقا آزاد؟ دخترم از همون شیرینی که خوشداری آماده کردیم اینم سر چانایت بنداز تا خنک نخوری. زنده باشی فاطمه خاله. مادر حالا همراه ما بیایید. چی شده؟ مادر بخیزین بیایید. آقا آزاده دیدم مادر. زهرا بس از دیگه دختره. مادر آقا آزاده دیدم بیایید با چشمای خود ببینید. بریم. گفتی آزاده دیدی؟ زارا بس از دیگه گپای ناخ نزن. خانم کاکای ما پریشان ساختی. نه خیر قسم میخورم که ما آقا آزاده دیدم. در بیرون بود. خواهش میکنم شما بیاین زارا ببینید. بس کو دیگه. دوران درست است، من میفهمانمش. حال بیرون میریم و سیل میکنیم. اگه آزاد در بیرون نبود بار دیگه برم نمیگی که آزاد زنده است. فهمیده شد؟ بیاین که بریم مادر. لطفاً آقا آزاده با چشمای خود ببینید. یک خانم همراهش بود. قسم میخورم که دیدمشان. زمرات خانم آرام باشین. حتما کسی دیگر دیده. بیاین اینجا بشینین. اما آقا آزاد همینجا بود. ما او را دیدم. اینجا استاد بود. مادر با گپ ما باور کنین. قسم میخورم که آقا آزاد دیدم همینجا بود. او را دیدم. دروغ نمیگم. اگه دروغای تمام شده پس داخل بریم. نه خیر دروغ نمیگم. من با چشمای خود آقا آزاد دیدم همینجا بود. همینجا. متوجه اطراف باش. خانم زمرود شما خوب هستین؟ براتان خوب گفتم حتما کدام کسی دیگر اشتباه گرفته. نه خیر ما اشتباه نکردیم. آقا آزاد زنده است. من راست میگم باور کنید. بس از دیگه نام بچه و به زبانتان نیارین. حداقل به خاطرات او احترام بانین. او را در قبر راحت بانین. او دختر دیوانه شده. نمیفهمه که چی میگه. به خاطر که نمیفهمه مادرش کی را دوست داره. لیلا ضرور نیست همه چیزا بفهمی. کوشش کن در حدت باشی. ناراحت نباش ملکه. زارا عقلش به سرش میاد. بعد از این قسم دروغا نخواد گفت. با وجود که او سن خورد داره بازم حامله است و تحمل میکنه.
قبول کردن عروسی ما برش بسیار مشکل است. اما قبول نمیکنه. دیگه چاره نداریم. حالا تو خانم مستی. من میخواستم این شب بسیار خاص و مجلل باشه، اما فرق نمیکنه. همی که تو در کنار ما باشی بعد از این هر شب و روز ما به خوشی سپری میشه. برو ملکه، خنک میخوری. استاد شدن در اینجا کدام فایده نداره. نمیتونم. من نمیتونم زهرا را در اینجا رها کنم. گوش کن، تو زهرا را در اینجا رها نمی کنی. به خاطر نجات دادن زهرا از اینجا هر کاری که لازم باشه انجام میدی. بعضا فکر میکنم که هیچ وقت به دختر خود رسیده نمیتونم. وقت کوشش کنم با اون نزدیک شوم، او را بیشتر ازم دور میسازن. نمیتونم. دختر ما به دست نآورد. امید خدا از دست نده. یک روز خواب دیدی ما و تو و زهرا یک روز به زندگی جدید خود شروع میکنیم و این روزا را هم یک کابوس فکر میکنیم جانم. تمام شب فراموش میکنیم. ملکه چی شده؟ چیزی نیست. خسته شدیم. با یک خواب طولانی و بی‌کابوس ضرورت دارم. خانم لیلا، من میخوایم استراحت کنم. به چیز ضرورت ندارین؟ دارم. سر او ما را بریده میتونی؟ برین شما هم استراحت کنین. اگه کم دگام اینجا باشین از این بیشتر جگرخون میشین. خواب به من حرام است. تا وقتی که این زن از اینجا نره خواب به من حرام است. اونا نکاح رسمی کردن. ملکه خانمی قصر است. خانم ای قصر ما بودم. او مقامه ازم گرفت، اما این مقامه دوباره ازش خواد گرفتم. درست است مادر جان. چند دقیقه بعد خانه گرم میشم. سر کسی که باور داشتم، باور من از دست دادم. قلب من یخ زده. بعد از این اگر تمام هیزمای دنیا رام روشن بسازی قلب من گرم نمیشه. از ما مادر جان، از ما. همه کاری از دستم ساخته نیست. دوران کار دل خدا انجام داد. ما دوباره عقلش به سرش میارم. چطور میارین مادر جان؟ شما از خانه اینجا آمدین و میدان با اونا ایلا دادین. فکر میکنین که از کارهای خود پیشمان شده پیش شما میان؟ چند شب و چند روز میخواین اینجا تنها زندگی کنین مادر جان؟ یک بار امشب سپری شوه بچیم. تا فردا خدا میربان است که چی میشه. برای یک چند روز با ازمیر پیش هدیه میرم. پیش او میباشم.
تحمل کن. تو اینجا استراحت کن، من زود پس میایم. نرو، من اینجا تنها نمان. بیبی کسی تو را در اینجا پیدا کرده نمیتونه. باید زخمت تداوی کنیم. دکتر زینب پیدا میکنم. زود میایم. درست است؟ خدایا به من کمک کن. لطفا خدایا به من کمک کن. پدر مطمئن هستین که به هارمانلی آمدن؟ قرار بود چیموز و آزادی اینجا بیاین. هاوینام باید امرای خود آورده باشن. فکر نکنم او را تنها بانن. اگه آمده باشن هم حتما تا حال کدام جای پنهان شدن پدر جان. ناحق ده وقت جستجو میکنین. درست است. پس حال یک جای به استراحت پیدا میکنیم. همی که صبح شد اونا را پیدا میکنیم. چی نظر داری؟ درست است پدر، بسیار خسته شده. پس حرکت از دیگه. آزاد اجازه میدی به اتاق خود برام؟ فکر نکو به همیشه در اینجا می باشی خانم ملکه. برای همیشه اینجا نمی باشی. متوجه دستم. اندکترین اشتباهت تو را پیش مردم رسوا می سازم. بعد از او بیرون کردن تو از این قصر کار مشکل نخواد بود. عذر میکنم من از بین نبرید. خواهش میکنم از بین نبرید. من از بین نبرید. من نکشید. خواهش میکنم لطفا من نکشید. نه خیر. من نکشید. من از بین نبرید. عذر میکنم. لطفا من از بین نبرید. نه خیر. من از بین نبرید. نترس هاوین. دکتر زینب پیشت آوردم. میخوایم زخمش ببینیم آزاد. اگه خواسته باشی ده بیرون منتظر باش. درست است. نه تاز جانم. کجای توگار شده؟ اینجیمه. بله قبول دارم. بله قبول دارم. دنیا و آخرت خانم مستی. آزاد مرا ببخش. لطفاً آزاد.
دخترم اینا در بیرون فراموش کرده بودی. زنده باشی فاطمه خاله. دخترم بنده پیش خود یک تصمیم میگیره، اما تقدیر تصمیم او را در نظر نمیگیره. جانم در تقدیر تو عروسی کردن همراه دوران خان بوده. چی کنیم؟ اما دوران تو را بسیار دوست داره. تو هم با گذشت زمان عاشق او میشی. نمیشم، نمیتونم. ما به غیر از آزاد کس دیگر دوست داشته نمیتونم. عشقای زیادی به هم نتونستن برسن دخترم، اما انسان با گذشت زمان به کل چیز عادت میکنه. من نمیتونم فاطمه خاله. به نبود آزاد عادت کرده نمیتونم. ملکه اگه عادت نکنی باز چی میکنی؟ در این سن جوانی زندگی را به خود زندان میسازی؟ بعد ازی به خاطر زهرا زندگی میکنم. تمام کارایم به خاطر او میباشه، به خاطر خوشی و خوبی دختره. تمام عمر زندگی مزو است، فقط هم قدر. آزاد ملکه چی شده؟ آزاد ما آزاد دیدم. زهرا فکر تو رو پریشان ساخته. تو هم هر کس آزاد میبینی. نه خیر، خودش بود. طرف ما سیل میکرد. دخترم به خاطری که نارام هستی تو فکر آرام میکنی. کل جای خوب سیل کردی؟ سیل کردم خان صاحب، نه هیچ جایی نیست. حتما میآیم. آزاد دهرمانلی است. قبل از اینکه کسی بفهمه و خبر شود او را باید از بین ببری. امرتان به جامش خان صاحب. صدای چی بود؟ لطفاً از من روی نگردان. هر کار که انجام دادیم به خاطر تو انجام دادیم. به خاطر که تو خوب باشی، خوشبخت باشی، راحت باشی. تو زندگیم هستی، جانم هستی. من فقط تو را دارم. همه چیز به خاطر تو است.
البته سگ بوده خان صاحب. بیا که بریم. مسکن بر زرق کردیم تو را راحت می سازم، اما باید به شفاخانه بریم جانم. جور شدن تو در این خانه ناممکن است. در شفاخانه رفتن نمیتونم، مرا پیدا میکنه. آزاد درباره مشکلات تو برم گفت. حق داری که بترسی، اما در شفاخانم دم نستی تشویش نکو، تو چیزی نمیشه. تو اونا رو نمیشناسی. تا وقت مرا از بین نبرن راحت نمی باشد. من نمیخوایم تا قربانی یک تهمت و رواج مزخرف شوا. رواج این مردم میفهمی؟ به خاطر که تام در این منطقه زندگی میکنی. میفهمم. هیچ نترس، خداوند بزرگ است. تو قربانی نخواد شدی انشالله. تو مثل داها و صدها خانمه مظلوم دیگه قربانی رواجا نخواد شدی. ما برات وعده میتم خواهر جان. این ظلمانی در دین و نی در قانون کشور ما کدام جایی داره، باور داشته باش. این ظالما دور از دین و وجدان زندگی میکنن، یک روز جزایشون میبینن. روزی میرسه که دانه دانه تمام این رواجا گم شده از بین میرن. اما بدون خسته شدن و متوقف شدن کار باید مبارزه کنیم. با این کار زنده بودن و تو بسیار مهم است. گرفتن این تصمیم و حمایت کردن از او یک قدم بزرگ به طرف روشنایی از هاوین جان. حتما میآید. آزاد دارمانلی است. وضعیتش چطور است؟ فعلا خوب است، اما زخمش بسیار میکروبی شده. آزاد گفتم باید به شفاخانه بریم، او میترسه نمیره. وامق به جانب است که بترسه. در عراق چی رخ داد آزاد؟ خواستیم که تو را پیدا کنیم، اما گفتن که از بین رفتی. کم بود که از بین برم. تا بسیار وقت ملکه باور نداشت که تو مردی. منتظر تو بود. چرا به ما یک بار خبر ندادی که زنده هستی؟ باید این کارم میکردم. کسی ما را در دام انداخت، یعنی ما و علی را. کی؟ چرا این کار در حق شما انجام داد؟ از این دروازه داخل شدن نمیتونی. تو مردی آزاد، مردی. ملکه به خاطر زهرا. گوش کن زینب، هیچ کس نباید بفهمه که زنده هستم. با آنکه کلشون فکر کنن مرده. ملکه لطفاً یک چیز دیگه هم ازت میخوایم. البته هر چی میخوایی بگو. با مادرم بگو که من زنده هستم. او حتما بسیار جگرخون شده. مادر از دیگه گریه میکنه. ما هم یک کار کوچک دارم.
بعد از او باز خودم پیششان میرم.